بیش از 2 هفته می شود که در پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوچ که بالاتر از دهه پنجرود شهر پنجکین جای گرفته است برای سیاحان داخلی باز شد. تا این دم همگی 55 نفر ساکنان جمهوری تاجیکستان برای استراحت به این موضع آمدند که این شماره نسبت به سالهای قبلی چندین مراتب کم می باشد. سبب کرونا ویروس است. این جوان معروف پولوتوف است. 23 ساله می باشد. یکی از استراحت کنندگان پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوچ است. دو روز این جانب 5-6 ساعتی کوهنوردی می کند. او چند مدت در کرانتین بود. الحال از هوای تازه و طبیعت زیبای کوهستان بهره می گیرد. برای استراحت محض پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوچ را انتخاب کرد. ما نیاز داریم که تلی 4 روز یعنی 3 شبانه روز در اینجا سیاحت کنیم. و چخیلی که به شما معلوم است یک روزه اینجا جای خوب 30 سومون معین کرده شده است و ما نیاز داریم که به کلهای کلان کلی چقره سیاحت رویم و دم گیریم و باز به شهر خود برگردیم. برای منصور پولوتوف و سیاحان و استراحت کنندگان این پایگاه شرایط خوب را فراهم آورده است. حجره را موافق برداشت همیانش انتخاب کرد. یعنی نرخ حجره وی برای یک شبانه روز 30 سومانی را تشکیل می دهد. این دانشجو میگوید بعد وزنین شدن وضع اپیدمیولوژی در شهر دوشنبه مسئولین درسخانه دانشجویان را موقتا باز داشتند. از این رو حالا وقت است که با شغل دوست داشته مشغول شوند. خیلی اینجا معیارها گیگین را رعایت میکنیم. و اینجا چخیلی که دیسته اینجا بود هوای تازه هست، مردم کم هست. خیلی بود دیستانس مسافر رو رعایت میکنیم و با گیگین شخص خود نگاه میکنیم. مقصد این آگاه نمودن یعنی دیدن از همین طبیعت تاجیکستان بود هوای تازه و سلامتی خود رو برقرار کردن می باشد. در پایگاه کوهنوردی و سیاحی ارتوچ سیاحان داخلی از روی معیارهای گیگینی و اپیدمیولوژی استراحت خود را به راه ماندند. در هر موضع این پایگاه ورقه‌های اطلاعاتی عاید به پیشگیری از پهن‌شوی کرونا ویروس نصب شده است. مثلا نگاه داشتن مسافه بین استراحت کنندگان، تست شستن دستان با صابون تا 20-25 ثانیه و غیره ها. پاندمی و تاثیر آن در ساحه توریسم ولایت سوخت. در مثالی موضع استراحتی ارتوچ که در شهر پنجکین جای گرفته است و از شهر خوجند 270 کیلومتر دورتر می باشد. ما می خواهیم که در این موضع استراحتی کرونا ویروس چگونه تاثیر خود را گذاشته است و در اینجا چگونه از این کووید 19 پیشگیری می نمایند. پاندمی کووید 19 به ساحه سیاحی ولایت سوخت تاثیر خود را گذاشت. اگر سال قبل یعنی سال 2019 شماره سیاحان خارجی و پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوچ 520 نفر را تشکیل میداد، الحال 15 روز این جانب سیاحان خارجی وارد این موضع استراحتی نگردیدند، زیرا خطر و تهدید پاندمی کووید 19 هنوز جای دارد. بنابراین سرحدهای بین دولت‌ها محکم است. سیاحان بنابر پیشگیری از این ویروس موقتا تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی در جهان از سفر خودداری میکنند. سال پس از فرا گرفتن بیماری سرایتی کووید 19 در تمام جهان، تمام ساختارهایی که در ساحه تجارت، صنعت و سیاحی کار میکردند از کار باز موندند و ما هم در جمهوری تاجیکستان همه شرکت‌های سیاحی که بودند از فعالیت خود باز موندند و طول چند ماه بود که ما کار نمی‌کردیم و طول 10 روز است که ما علاقه به فعالیت آغاز نمودیم با سپارش حکومت مملکت و با رعایت قاعده‌های بی‌خطری و رعایت نمودن قاعده‌های سانیتری در وقت پیش‌واز گرفتن مهمانان و جابجا گذاشتن آنها و توزیع نمودن خانه‌هایی که در آنجا استقامت می‌کنند، ما همش رو قاعده‌های بی‌خطر رو رعایت میکنیم و البته گفتنی هستم که بیماری سرایتی کووید 19 خیلی تاثیر خود رو به تمام ساختارها رسانیده است. البته ساحه سیاحی هم همه خیلی میباشد و همه مهمانانی که این سال به پایگاه ما تشریف میآورند مهمانای داخلی خودمون هستند.
масъулини ин пойгоҳ мегӯянд баъди ҳар як ташрифи истироҳаткунандагон ҳуҷраи онҳо пурра тариқи моеи гипохлорид безарар карда мешавад. корҳои дезинфексионӣ ҳамарӯза 3 маротиба гузаронида мешавад. мақсад пешгирӣ аз коронавирус мебошад ва муҳайё намудани шароити хуби санитарию эпидемиологӣ ба сайёҳони дохилӣ аст. гузориши мафнуншукрова Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.